سلام بچه ها. در مورد بیداری چجوریه؟ بیداری یه مسیر بچه ها. شما باید از این مسیر لذت ببری، یعنی باید بشینید تا ببینید که بیدار میشید، چه اتفاقی میفته. همین که وارد این مسیر بشی شروع میکنه خود کار کردن، بیداری اتفاق میفته. آگاهی تو باید ببری بالا. هرچی آگاهی تو ببری بالا از مسیر بیشتر لذت میبری، چون این آگاهی به درد میخوره. چون اگه بیدارم نشدی که بیداری حداقل آگاهیت بالا. اگه یه وقت از این دنیا رفتی دوباره برگشتی، از همین لول آگاهی که داشتی میتونی شروع کنی. پس یه آگاهی خیلی مهمه. دیگه بستگی همچی به خود میدارم. سوال تو اینا همه بستگی به خود داره. چجوری خودتو کار کنی، چقدر ارزش قائل بشی به آگاهیتون. باید دوست داشته باشی. شروع کنی خودتو بشناسی، شروع کنی نشونه ها رو دنبال کردن. نکنی باید بشینی کسی بیاد یه چیزی رو بهت نشون بده، خودت باید جستجو کنی. خب اینا همه از درون اتفاق میفته، نیست چیزی که بیرون بخوای بیرون چیزی به دست بیاری. وقتی از درون شروع میکنی خود کار کردن، نشونه ها رو بیرون میبرن. نشونه ها همه جا هستن، این جامعه هستی همیشه با ما در حال صحبت کردنه. باید زبان جهان هستی رو یاد بگیری. وقتی زبان جهان هستی رو یاد بگیری متوجه میشی که تمام هر چیزی که اطراف تو هستی داره با تو صحبت میکنه. مثل ما یه نشونه اونجا دیدم. خب یه نشونه مخصوص خودتان، تو میدونی خود اصلیت که توی بعد دیگه هستش، اون نشونه ها رو برات میفرسته. اون وقتی شروع میکنی اون نیروهای نوری، اون میان دیگه بالاخره. اونایی که باید بهت نشونه ها رو بدن میان، متوجه میشی. شاید یه حیوان باید صحبت کنه، یه چیز رو بهت بگه، نمیدونم، شاید یه عدد یه چیز رو بهت بگه، شاید یه شکل اشکال هندسی یه چیز رو بگن. بستگی به خودت داره چقدر در لحظه باشی. هرچی در لحظه حضور داشته باشی بهتر میفهمی، زبان جهان هستی رو بهتر متوجه میشی. بهت میگه از این مسیر برو، از اون مسیر برو، این حرف رو بزن، این کارو بکن، اون کارو بکن. خب اینا رو بهت میگه. ما اونی قهوه میخوریم، گفتیم اعتبار به انرژی داشته باشیم و مفتخور نباشیم. نه، آگاهی که بهمون میرسه و به اشتراک بگذاریم، دست از مفتخوری برداریم.
کارهایی که خودم میکنم، کارهایی که خودم انجام دادم و دارم میدم و خب من دارم میذارم تو این پیج، نه کمتر نه بیشتر، همونی که هست رو اورجینالشو دارم میذارم. خب بچه ها ما داره میریم فعلا.